بسم الله الرحمن الرحیم. به یاد نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام درود خدمت تمام بیننده و هموطنان عزیز دوست داشتنی که ما را از رسانه گل بادام، رسانه راه رشد و دین نور و همچنین رسانه های جمعی دیگر بیننده هستند. امروز تاریخ 29/8/1404 برابر با 20 نوامبر 2025 کار در منطقه شاکور شورای عمومی ولایت کندی و غنی توسط اسکواتور یا بیل مکانیکی این قسمت ادامه داره. هموطنان و بیننده عزیز قسمی که مشاهده میکنید دیگه اینجا کمر بسته کرده که توسط پاکت امکان چی نبوده. این سنگوات هم سیر شه نشار کمر بسته کرده که خیلی کار اینجا خیلی سخت بدون کمر امکان نداره که سنگا کنده شنه دیگه. این رقم این پادای سراغ این کنه همه چی نقشه برابر کرده. شمایشی سنگکاره که بدون چه کمر امکان چنیه که کارشن اینه قسمت ها همایشی اینه قسمت ها همایشی سنگی کرپه دیگه این تاده سرک دیگه چسبیده از این کور رفته. اینی من نقشه دیگه اینی کوه ها باید هموار شنه. خیلی وقت هم در بر بگیره، مصارفش هم زیاده دیگه. هموطنا بیننده عزیز ما اینی بن هم باید بوریش شنه که به اندازه 1-4-5 متر دیگه اینجا باید کندن کاری شنه. نچار دیگه نقشه از اینجا آمده یعنی رقمی این سرک به خاطر که صاف هموار به این باید پوری شنه دیگه. امکان چنیه که از دیگه قسمت ها باره. اینی تاده و
پایه هست که مردم دیروز جور کرده، بخاطر که از حد زیبان دیگه سرک یعنی رقم تا میکنه خود سر از کن تا بالا از سرک معلوم میشه امار بینی تا یک توسط مردمش ده این از اینجا از پایین دیگه این قسمت اینی بند باید دیگه تا حد ازی تا دا پایه که مردم کرده دیگه باید بوریش شنه که خیلی هزینه کار داره و دیگه خیلی کار مبره خیلی دیگه از همون بیننده هموطنا خیرین مسافرین عزیز هموطنا آرزو داره که همکاری و همدردی بکنه تا بودجه اسکواتو پرشونه انشاءالله با امید خدا. یک کنم کیلومتر مانده که این سرک در سرک کونه که صادقی کار کرده بود در اونجی واصل چنه دیگه بعد از ایش کارشی مومنه که چه قسمیشانه دیگه تا اینمی قسمت همکاری و همدردی هموطنا بیننده عزیز باید باشه. هموطنا بیننده عزیز دیگه امروز مردمی سرکار نیه به خاطر یک مراسم و فاتحه خوانی بوده دیگه امروز تنها اسکواتور کار مونه که از اسکواتور برای شما گزارش تهیه خواهم کرد. هموطنا بیننده عزیز دیگه ادامه از زمینی که خراب میشه دیگه این اینجا سرک در تو برابر مونه که برای شما نشان داده میشه.